دوشنبه آن مزرعه زمین عزیز که بابایان ما از یک دهه که به شهر عظیم تبدیلش دادند. اینجا زیستند، عاشق شدند، ازدواج کردند، بچه به دنیا آوردند، آبادش کردند و به دست ما سپاریدند. این میراث از آنها به ما به آسانی نرسیده است. این شهر زیبا با آبیله دستی آنها و عرق جبینشان آباد گشته است. پس این حق ماست تا این گوهر نادری میراث بابایان را پاکیزه و زیبا نگهداری کنیم و به آیندگان بگذند بسپاریم. نام من وزیر و این قصه من.
ای بچه جون امی سهر تو بگه شامات بازی کردی بیو بس بچه جون خروب میخوریم بیو جونیو چه یا کباب باش حافظ ما میام مایلش گفتم که مایلش همش هم اینجا خوب آرا جان هر کاری که از دستت می آید انجام دی اویلم رو نجات دی هرچی که شما بگید همون می شود فرهاد شاید من همراهت روم اونها گفتند که من تنها بیایم وگر نمیتوانم درست مایلش تو تنها رو خطوات معلم سواد پسرتون خیلی خوب است بعضا وقت فکر میکنم که با طلبای صنفای بالای گردل ایستادم تشکر از شوخی بیرون شاید او رو به صنفای بالایی گذرانه معلمه وضعیت کمتر آرام شود انا بعد یکم فکر میکنم مایلش بله انا رسیدین این خانه ماست شاید شب خانه ما میستید خودتان میدونید که وضعیت اونقدر تنج نیست معلمه تشکر اویلم تشویش میشود خیلی به شما هم تشکر برای گسل کردنتان معلم با این طرف روید به درون زواد زودتر میرسید رحمت اکا شیر زنگ زد گفت پولا گرفتم گفت بیوان ترکیه اومدم میبرم شکرم اکا خیلی مشتی پره حالا که من کیف ما نگرفتم میبره نه؟
یاری دل جان میکنم یاری دل. هات خفمش هست کنی بای باشو حکا گم کردیم. چیکار گم کردید؟ چیکار شما دو نفر یک شاهد قبیله نتانستید؟ مخابرات کبور آمده. لیکن معلم تک زمین رفت و کدام معلم؟ وای معلم روبر سیف ما بود. امروز دادم در کرد. الو چی شد نجات دادین؟ چی؟ چی شده؟ خبرها چی گپ شد؟ زنگ نپرس. من شاید یک کشتار شدم. میفهمی سوی یک کشتار. میترسم که چه کشتار؟ اینجا میآید. کشتار یک زن. خای بعد چی شد؟ از بین زواد میگذاشتم. بینم یک سه چهار نفر یک زن رو لط و کوب دارند. بعد یکی از اونها تپانچه برآورد و رو پروند. آنها رو بی‌انصاف‌ها رو اینجا بیا. اینجا بیا. چی گپ شد آخه چی گپ شد؟ حمیدی نجو. چی گپ شد آخه داداش گپ زنین آخه کی؟ بریم پولو را بیاری و را صورت بگیری. خب اکرم
تعطیل تو عزیزم قسم به نامت عزیزم حق را به حقدار میرسم الوداع عزیزم Dacı belki be paronu.